Io amo il cinema di Kiarostami. اون فیلم‌های قبلیش همچنان دوست دارم. Mi piaceva ancora di più il film che aveva fatto nel passato. دانشجو که بودم خیلی دنبالش ایشون میگشتم که باهاش ارتباط برقرار کنم. Quando ero studente lo cercavo dappertutto. تونستم ایشونو یه جوری تاثیر بذارم که یه سناریو داشتن که می‌خواستن یزد بسازن یا کرمان یادم نیست. بعد زنگ زدم مسیرشون رو انحراف دادم کشوندن به کردستان. Ho chiamato talmente tanto che lui ha cambiato un suo progetto dalle Hamedano Kerman a Kurdistan. و تونستم اونجا دستیاریش رو تجربه بکنم و E io ho potuto collaborare con lui. ولی هیچی از ایشون یاد نگرفتم. Però non ho imparato molto da lui. من اونجا مدیر تولید تدارکات بودم، یعنی همش دنبال کار تدارکات اینا بودم. سر صحنه کم بودم. Lì non ho imparato tanto perché facevo più parte non cinematografico, però più che altro organizzativo. نمیدونستی چیکار داری میکنه، کار خوشو میکرد. Non sapevo bene lui cosa sta facendo. از بدترین فیلمساز ایرانی چیزایی یاد گرفتم که از ایشون یاد نگرفتم. چون غلطاشو از اون فیلمساز بعد غلط میگرفتم. سینما رو اونجوری یاد گرفتم. Dice che ho imparato il cinema da peggiori perché ho dovuto evitare errori che facevano loro. خانم آقای مخمل باقم که شنید که من با کیارستمی یه فیلم کار کردم، یادم استودیو بودم، یک دو همدیگه رو دیده بودیم، بعد به من زنگ زدن گفت که کردستان چطوره اینا، گفتم پس بریم یه سفرم من با آقای مخمل باق و دخترش رفتم و اون ایده اولیه رو یه ایده داشتیم که 3 تا فیلم با هم بسازیم، من و سمیرا آقای مخمل باق. Makhmalbaf sapeva che io ho collaborato con Kiarostami, mi ha chiamato, mi ha detto possiamo fare un lavoro insieme, mi piacerebbe conoscere Kurdistan, è venuto in Kurdistan, lui e sua figlia. بعد سفر کردیم و طول سفر قرار شد تبدیل بشه به 3 اپیزود، 3 فیلم ساز، من ایشون و دخترشون، که وقتی دخترشون شروع کرد به فیلم تبدیل شد به فیلم بلند و دیگه اون اتفاق به وجود نیامد و تو فیلم نقشه مشاور داشتم و هر کیم الانم هر کی بره کردستان فیلم بسازه بازی هم بخواد بازی میکنم، هر رولی کاری دستم باید انجام بدم. Mi piacerebbe fare qualcosa sempre su Kurdistan. Con loro avevamo programmato di fare 3 episodi del viaggio da Teheran a Kurdistan e con 3 registi, io, Makhmalbaf e sua figlia, però alla fine non è andato così, è diventato non un cortometraggio ma un lungometraggio. تا قبل از اون من فیلم مستی اسبار ساخته بودم. بعد از فیلم کیارستمی مستی اسبار ساختم و تا قبل از اون اتفاقات آقای مخمل با آقای کیارستمی و این فیلم هنری که اون فرهنگی که اونجا ساخته شد، تمام فیلمایی که در مورد کردستان ساخته میشد ولی کردا رو بد نشون میدادن که همه تو جیباشون اسلحه بود و آدم میکشتن و قاچاقچی بودن و قاچاقچی جنسبال مخدرات. فیلم‌های چیپ و سطحی تو کردستان ساخته میشد. Dice prima di tutti questi film venivano proiettati e venivano fatti film su Kurdistan che davano un'immagine peggiore dei curdi, quelli che trafficavano la droga, le persone ed non ha avuto una bella cultura il cinema curdo. ولی بعد از این فیلم‌ها الانم یه جور پوز روشنفکری اگه بری کردستان فیلم بسازی خوشبختانه، یعنی خیلی تصویر عوض شد. Però adesso dopo questi film è cambiato l'immagine delle persone, cioè il pensiero verso Kurdistan. این آقای کیارستمی مخمل رو واقعا تاثیر مثبتی زیادی گذاشتن روی تغییر رو کردیم کردستان. Io penso che Kiarostami e Makhmalbaf abbiano un ruolo importante in cambiare questa opinione.